بر اثر سیل و بارشات شدید روز 27 آگوست سال 2023 در تاجیکستان 13 نفر از جمله 11 نفر در کنار شهر وحدت و 2 نفر دیگر در نویه رودکی به هلاکت رسیدند. در این باره خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، پرزیدنت امامعلی رحمان به اهل خانواده ها و بازماندگان قربانیان این آفت طبیعی اظهار همدردی کرده است. امامعلی رحمان همچنین به سروزیر قاهی رسولزاده، کمیته حالتهای فوق‌العاده و دیگر ساختار و مقامات داخل دار سپارش داده است که به عائله‌های شخصان در نتیجه آفت طبیعی به هلاکت رسیده کمک رسانیده، دایر به برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی چاره‌های فوری اندیشند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بر اثر سیل و باران‌های شام 27 آگوست 11 ساکن دهه سرشتی جماعت دیهاتی سیمگنج در کنار شهر وحدت جان باخته، 2 نفر دیگر را که سوار یک ماشین زیر سیل ماندند ساکنان نجات دادند. بنا به اطلاع کمیته، سیل در وحدت به ویژه به جماعت‌های نومان روزق، رامیت و سیمگنج و در نویه رودکی به دهه‌های آب شاران، ظفر میراب، معرفت و چوریکاران ضرر رسانیده است. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، برای کمک به آسیب دیدگان یک کمیسیون دولتی با رهبری معاون سروزیر تشکیل شده است. نیمه دوم روز 27 آگوست در بسیاری از مناطق تاجیکستان در پی بارشات شدید سیل آمد و خرابی‌های زیاد به جا گذاشت. شرکت آیرس مسئول نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چناق، یگانه روی پولکی جمهوری و یگانه روی زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان صبح 28 آگوست خبر داد که در نتیجه باران شدید روز 27 آگوست که باعث آمدن سیل و سنگریزی شد، راههای دوشنبه چناق نیز آسیب جدی دیده است و کارمندان این شرکت تمام کوشش را به خرج دادند تا رانندگان و مسافران سر وقت به مکان بی خوف انتقال داده شوند. شرکت آیرس بعداً خبر داد که آن راه شده بوده کارهای برطرف سازی ادامه دارد.